السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امروز سری بزنیم به یک منزل، به یک خانه‌ای که بدون شک همه ما و شما به آن خانه وارد خواهیم شد. سری بزنیم به قبر و به جایگاه بعد از مرگ هر یک ما و شما. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. به درستی که هر نفسی چشنده مرگ است و همه شما روز قیامت اعمال خودتون را با چشم خودتون می‌بینید، پاداش اعمالتون. هر کسی که از جهنم نجات پیدا کرد به جنت وارد شد، به درستی که پیروز شده. اینجا خانه تک تک ماست، بدون شک همه به این خانه وارد خواهیم شد. این قبر ما و این جایگاه بعد از مرگ ما و شماست، صندوق اعمال ماست. این خانه و منزل ماست، این جایگاه همه ما و شماست. بدون شک به این خانه وارد خواهیم شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرماید زیاد به فکر مرگ باشید، یاد مرگ را زیاد بکنید که گناهان را پاک میکنه و انسان را نسبت به دنیا بی رغبت میکنه. این خانه و این منزل ماست، این قبر ماست. این قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودال جهنم، نعوذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده قبر یا باغی از باغهای بهشت و یا گودالی از گودال جهنم است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده وقتی که انسان از دنیا میره، سه چیز با او میره، همراهی میکنه. یکی مالش و اهلش و عملش. مالش و اهلش برمیگرده. وقتی میت را در قبر میگذارن، مال اهلش برمیگرده، اما عملش با او میمونه. در این خانه، در این قبر، عمل با او میمونه. عمل انسان با انسان میمونه و همنشین انسان میشه در قبر و در این جایگاه بعد از مرگش. این قبر خانه ما و شماست برادران عزیز، جایگاه ما و شماست. ببینید این خاک ها، اینها تشک ماست، اینها زیر پشت ما، لحاف ما و بالای ما از این خاک هاست. خاکی که اگر بر روی لباس ریخته بشه ما احساس ناراحتی میکنیم، لباسمون کثیف میشه. اما در این قبر از این خاک خرواری بر روی ما میریزن و هیچ چیزی برای ما نمیمونه به جز عمل ما. نه جاه و نه منصب و نه مقام و نه مدرک و نه خونه و نه قصر و نه پول، فقط این خاک هاست که با ماست و این خانه ماست. ببینید این جای تنگ تاریک، اللهم سلم، خدای خود رحم بکن. این جای ماست. برای دنیا و برای آخرت توشه بگیر، از تقوا توشه بگیر که تو نمیدونی که وقتی شب شد آیا تو زنده هستی یا نیستی. چقدر انسان‌هایی بودن که سالم و تندرست بودن اما بیخبر از دنیا رفتن، و انسان‌هایی که مریض بودن هنوز بر جای فرش خودشان خوابیدن. چقدر بچه‌های کوچیکی که منتظر که در حال بازی هستن، کفن‌های اونها در غیب دوخته شده و خودشون نمیدونن. چقدر عروس شوهری بودن که در شب هجلشون هر دوتاشون قبض روح شدن. این قبر ماست، این خانه ماست، این منزل ماست، این جایگاه ماست. برای اینجا کاری بکنیم، عملی انجام بدیم برادران. ببینید بسم الله، این جای تنگ تاریک، این جای تنگ تاریک، این خانه ماست. اللهم سلم، خدای خودت رحم بکن. این خانه ماست، این محلی که ما اینجا میخوابیم، این جایی است که ما اینجا جای خواهیم گرفت برادران عزیز و خواهران عزیز. این ببینید این فرش ماست، این فرش ماست، این خانه ماست، این دیوار خانه ماست و این محل سکونت ماست بعد از مرگ. فقط با عملی که با ما هست در این قبر میمانیم. برای این عمل، برای این جا کار بکنیم، برای این مکان کار بکنیم، توشه بگیریم برادران عزیز. کار خوب، کار نیک. اینجا نیاز به عمل هست، اینجا نیاز به عمل هست. اینجا پول و مدرک و منال و جا و مقام کاری نمی کنه. اینجا فقط اعمال انسان است که به درد انسان میخوره و اینجا محل سکونت ماست. برای اینجا فقط عمل نیکی انجام بدیم. هر کس از خودش سوال بکنه، اگر که به شما بگن که 5 دقیقه دیگه شما از این دنیا میرید، بیشتر عمر ندارید، چه کار میکنید؟ آیا آماده هستی برای رفتن، برای وارد شدن به این منزل، برای به این خانه وارد شدن؟ آمادگی داری در این جای قرار بگیری که این خاک ها بر روی شما قرار بدن؟ آمادگی داری اگر به شما بگن شما چند دقیقه دیگه از اینجا میرید؟ هر کس از خودش بپرسه. الله سبحانه و تعالی به ما شما رحم بکنه و توفیق بده که ما برای این خانه تنگ و تاریک توشه بگیریم برادران عزیز. غافل نباشیم از مرگ و از این قبر، غافل نباشیم. برای این قبر با اعمال نیک و ترک گناهان توشه بگیریم. الله به ما شما رحم بکنه. آمین.